اون نظر شما درباره این سخن استاد باقری چیه؟ سخنرانی استاد علیرضا باقری خود بره تحصیل کنه، سوادش پایینه. من اصلا از زاره جانباد از جان گذشته نیروی شاعر طلبانه رهبر و ملت هستم. بگو جوجه حرف بگو بپزه بیرون بده، چه تپه نگوه. من خودم آمریکا رو تحلیل کردم، تو چه غلط کاری میکنی؟ آمریکا هم عددم نیست. بعد روز از که تو رو دلقک کرد تو خیابون کردم بیشور. کجا هست من با نیروها خودم با هلیبورد کنم تا رو بگیرم بیارم دستمالت ببندم. حواسم جمع باشه، آمریکا هم غلط رو نمیتونه بکنه. گوش میکنی پرچم ایران رو میبره تو کاخ سفید میکنیم. جوجه علی اکبر باقری کجا هستی؟ لاف تو شک خوابیده باشی میام تو رو بلند میکنم. تو چه قدرتی داری که با من صحبت میکنی؟ و دست سخته